توی این دوره ما نیازهای اولیه شما رو برای شروع به کار چه در منزل چه در کافه به عنوان یک باریستای حرفه‌ای رو آموزش خواهیم داد. تمام تلاشمون رو ما تو این دوره کردیم که همه چیز رو، تمام نیازهای شما رو بهتون به صورت کامل و جامع آموزش بدیم، ولی خب یه بخش عمده ایش به تجربه شما و گذر زمان برمیگرده. هر کسی که خودشو باریستا یا بارتندر معرفی میکنه یه سری المان‌ها رو باید حتما داشته باشه. یکی از اون المان‌ها لبخند داشتن، رفتار خوب، صاف ایستادن، لباس‌های مرتب و کلاً یک ظاهر آراسته است. چون شما نماد و اعتبار اون مجموعه هستین که دارین اونجا کار میکنین یا توی اون محیط حرفه‌ای هستین که درش قرار دارین. جدا از مرتب بودن و آراسته بودن شما، پاکیزه بودن و مرتب بودن محیط شما هم خیلی مهمه. یعنی اگر مشتری وارد کافه بشه و ببینه که شما دارین با صدای بلند با تلفن حرف میزنید، پیشبند شما پر از لکه است، دستگاه اسپرسو ساز پر از کثیفیه، کف زمین شیر ریخته، دیگه هیچ وقت اون لته آرت زیبایی که شما میزنین به چشم نمیاد. کیفیت قهوه فوق‌العاده‌ای که شما سرو کردین دیگه هیچ وقت به چشم نمیاد. پس رعایت کردن نظافت، شستشوی دستمال‌ها، شستشوی ادوات، تمیز بودن پیشبند شما، تمیز بودن محیط کار شما یکی از اولیه ترین و مهمترین کارهاییه که شما باید حتما رعایت کنید که متاسفانه خیلی از باریستا و بارتندرهای موضوع رو رعایت نمی‌کنن. راجع به مسئله قهوه اگه بخوایم شروع کنیم به جلسات تئوری قهوه، در کل دنیا ما دو نوع دانه قهوه داریم، عربیکا و روبوستا. جدا جدا بخوایم اینا رو بررسی کنیم، عربیکا از لحاظ ظاهری ظاهر بیضی شکلی داره و خط داخلی روشن و منحنی داره. این دانه قهوه در ارتفاع بالای 2000 متر از سطح دریا کشت میشه، خاک مرغوب تری داره، نیاز به مراقبت بیشتری داره و به همین خاطر هم از کیفیت مرغوب تری برخورداره و توی بازار جهانی قیمت بالاتری هم داره. از لحاظ تفاوت کافئینش با روبوستا 0.2 کافئینش کمتره، ترش مزه و اسیدیته بالایی هم داره. این قهوه سرعت آزاد کردن کافئینش به این شکلی که به آرامی کافئین رو آزاد میکنه، یه تایمی شما رو سر حال نگه میداره و بعد به آرامی هم از بین میره. برعکس این دانه روبوستا در ارتفاعات پایینتری یعنی 600 متر بالاتر از سطح دریا کشت میشه. خاک تقریبا میشه گفت با کیفیت پایینتری داره، مراقبت کمتری داره، کلا به این شکلی که روبوستا توی مزرعه آفت نمیزنه. به همین خاطر قیمت پایینتری هم داره. میزان کافئینش 0.2 بیشتر از دانه عربیکاست، تلخ مزه و اسیدیته پایینتری داره. خیلی به اشتباه فکر میکنن که دانه عربیکا به خاطر اینکه سرعت آزاد شدن کافئینش پایینتره پس زیاد قهوه جالبی نیست یا قهوه نباید خیلی ترش باشه. همه فکر میکنن که کانسپت قهوه اینه که تلخ باشه، در صورتی که این اشتباهه. شما قهوه رو میخورید که یه خورده شما رو سر حال کنه دیگه. شما نمیخواد یه چیزی باشه که به استرس بده، به تپش قلب بده یا بخواد حالتو بد کنه. چرا باید یه نوشیدنی بخوری که حالتو بد کنه؟ بهترین نوع قهوه‌ای که توی بازار جهانی وجود داره دانه عربیکا هست. این دانه‌ها بر اساس درجه آسیابشون نوشیدنی‌های مختلفی رو میشه باهاشون سرو کرد. به عنوان مثال وقتی که شما میای دانه قهوه رو با یه سری آسیاب‌های صنعتی، یه سری آسیاب‌های بزرگ به ریزترین حالت ممکن آسیاب می‌کنیم طوری که شبیه آرد میشه و وقتی روی دست می‌کشید رنگ پس میده مثل حنا. میشه قهوه ترک که توی جزوه سرو میشه و حالا آموزش رو در ادامه حتما بتونید. یه درجه درشترش میشه اسپرسو، درشترش میشه فرنچ پرس، موکاپات و همینجور درشتر قهوه‌های مختلف میشه باهاش استفاده کرد. دستگاه‌های اسپرسو سازی هم که کلا وجود داره در چندین مدل توی بازار جهانی وجود داره که شما میتونید خریداری کنین و استفاده کنین، حالا بسته به نوع استفاده شما. به عنوان مثال ما دستگاه‌هایی داریم که پورتیبلن، قابل حمل، شما میتونید ببرید داخل طبیعت و قهوه رو سرو کنید. یه سری ادوات هم هستن که شما روی گاز میذارین توی منزل، میتونید خیلی راحت قهوه رو سرو کنین. حالا وقتی وارد مبحث ماشین اسپرسو ساز میشیم دیگه یه خورده موضوع متفاوت میشه. دستگاه‌های خانگی، دستگاه‌های نیمه صنعتی و دستگاه‌های صنعتی که در کافه‌ها و رستوران‌ها وجود داره.